اگر اون جهان بزرگه، همه اون جهان بزرگ پیچیده شده در درون تو هم هست. ماه وجودتو دیدی، خورشید وجودتو دیدی، مریخ وجودتو دیدی، نه همه هست. توی اون مدیتیشن 7 آسمان، 7 آسمان وجود، اینو داشتیم میگفتیم که همه چیز در درون توئه. همه چیز یک چیز بیرونی داره، یک چیز درونی داره. درونیه بوده. اگر تو بخوای تو شهود، تو اشراق مولانا رو ببینی، حافظ رو ببینی، اونا بخوام به تو پیامی برسونن، پیامبران رو بخوای ببینی، تو آسمون فیزیکی که نیستن که. تو آسمون فیزیکی جایی نیست که اونا برن تو آسمون ببینن که چیکار کنن. در آسمون وجود تو اون اتفاق میفته. خورشید در آسمون سوم وجود توئه. رفتی آسمون وجود تو ببینی؟ توی 7 آسمان وجودت رفتی؟ زیبایی ها رو دیدی؟ ببینین جهان چقدر زیبا. انسان هایی که الان هستن باید هر روز شادی کنن، باید هر روز جشن بگیرن. انسان آگاه با انسان ناآگاه خیلی فرق میکنه. بهتون بارها گفتم شما خیلی هاتون مثلا رسالتی هم ندارید، دارید کارتون انجام میدید. الان بهترین زمان شماست. نه مسئولیتی دارید، نه رسالتی دارید، حالا آگاه هم هستید، چشاتون هم باز شده، دارید زیبایی ها رو میبینید. دیگه اونجوری که شما به یک گیاه نگاه میکنید، به یک گل نگاه میکنید، همه آدما اون شکلی نگاه نمیکنن. وقتی چشت بازه تو اون گل رو واقعا میبینی. خیلی فرق بین نگاه کردن و دیدن. دیدید بعضی موقع میریم مهمونی یا میریم یه جایی، بعدش میاد میگه مثلا اون تابلوه رو دیدی؟ یه کدوم تابلوه؟ در صورتی که 1000 بار اونجا رو نگاه کردی ولی ندیدی. دیدن و نگاه کردن اینه. توی همین جلسات زمانی که پاکسازی میکنی، پرده ها از جلوی چشم تو میرن کنار، چشم ما باز میشه به دیدن زیبایی ها. اون موقع من گل رو میبینم، من زیبایی رو میبینم. چشم زیبابین، چشم زیبابین از همینجا میاد. به خاطر اونه که اکثر عرفای ما می‌بینی سرمست میشدن، طرف میرفت تو بیابون، طرف میرفت تو جنگل، طرف میرفت تو کویر، چون به هر چی که نگاه میکرد به غیر از زیبایی جهان هستی چیزی نمیدید.